یه چیز خیلی مهم که میخوام بهتون بگم و یا هر کسی که اینو بشنوه اینه که ما هممون دو نفریم. توی این کالبد من دو نفر زندگی میکنن. یکی منم که میشناسمش، میدونم چی دوست داره، چی دوست نداره، چی میخواد. خواسته های همه ما هم معمولا یه جوره، هممون میخوایم سالم باشیم، رابطه هامون مهربون باشه، همه با ما مهربون باشن، پولم تو جیبمون باشه، یه زندگی راحت و آرام و خوش داشته باشیم. پس هممون خودمون رو میشناسیم و هممون هم شریکیم در این خواسته. اما توی وجود همه ماها یه نفر دیگه هم زندگی میکنه که ما اصلا نمیتونیم ببینیمش. خواسته هاش با ما کاملا متفاوته و این در کالبد ما زندگی میکنه. ضمیر ناخودآگاهه که ضمیر ناخودآگاه یعنی شیطون. چیزی که بهش میگیم ضمیر ناخودآگاه، من میخوام به این صورت به شما معرفیش کنم. چون وقتی که آدم میگه ضمیر ناخودآگاه، یه چیزی که آدم میگه این ضمیر ناخودآگاه که همه میگن ضمیر ناخودآگاه چیه؟ من امروز میخوام درش بیارم بیرون، به شما معرفیش کنم که این چیه. این یه شخصیه در وجود من زندگی میکنه که این آدمی که در درون من زندگی میکنه تمام خواسته هاش برعکس خواسته های منه، احتیاجاتش برعکس احتیاجات منه. چون که احتیاجات بشر یه چند تا 3-4 تا بیشتر نیست، هممون هم همونه. هیچکی نمیگه من میخوام مرض داشته باشم، هیچکی نمیگه من دوست دارم فقیر باشم، هیچکی نمیگه دوست دارم همه با من بد باشن. پس شما میبینید احتیاجات بشر 4-5 تا که همه هم میدونیمش. ولیکن دلیل اینکه ما همه با هم دیگه فرق داریم به خاطر اون شخص دومیه که در وجود من زندگی میکنه و من اصلا خبر ندارم که این خواسته هاش چیه. این رئیس منم هست، رئیس هممونه. هر کدوممون که تو در وجودمون یه آدم دیگه داره زندگی میکنه رئیس ماست. برای همینه که همه ماها پولدار، سلامت، رابطه های عالی، هیچ کس ما رو ناراحت نمیکنه، خوشحال هستیم. چرا هیچکی نیست روی این کره زمین؟ چون که ماها که خیال میکنیم خودمونیم نیستیم. در حقیقت اون شخص دومی که در وجود ما زندگی میکنه اونه که رئیس ماست و زندگی ما رو مثل یه عروسک خیمه شبازی به این بر میکشونه به اون بر میکشونه. ما میدونیم قمار بده، من عقلم میدونه که قمار بده، اون ولی قمار رو دوست داره. چی کار میکنه؟ منو میبره قمارخونه. من میدونم غذا نباید زیاد بخورم، حرکت زیاد ندارم یا سنم رفته بالا، غذا نباید زیاد بخورم. اون که تو وجود من داره زندگی میکنه از کالبد من، از همه دارایی‌های من استفاده میکنه، از پول من استفاده میکنه، از توانایی‌های من، از علم من، همه چی رو استفاده میکنه. منتها خواستش با من متفاوته و من اصلا خبر ندارم این خواستش چیه. بعد اگر که من بیام رو عقلم میگم حالا من میخوام دیگه غذا زیاد نخورم، عقلم میگه بهم این چنان، چون که من با اون چک نکردم نمیدونم اون چیه خواسته غذا خوردنش، میبینه مثلا من چاقم بازم به من غذا میده، چون که اون میگه من گشنمه. هرچی عقله بهش میگه بابا غذا زیاد خوردی برات بس، اون اصلا توش عقل وجود نداره. اون آدمی که در وجود ما زندگی میکنه از کالبد ما استفاده میکنه، از زندگیمون استفاده میکنه. مثلا یه دوستی برای ما خیلی خوبه، اما اون که در کالبد من زندگی واقعا باید یه اسمی براش بذاریم. من اگر اسمم هرچی هست یه اسمم باید به اون بدم که همش حواسم باشه این کسی که داره در کالبد من زندگی میکنه یه کسی دیگه‌ایه، اصلا من نیست. خب عقل من میگه که خب حالا دیگه غذا کم بخور. اون میگه که چرا از من اجازه نگرفتی؟ حالا حرفم که میزنه ما نمیتونیم بشنویم، ولی ما رو مثل یه عروسک خیمه شبازی میگه گشنت بازم بخور، حالا اومده بیکاری یه چیزی بخور. همینجور یک قدرتی هم داره که من هر چی بابا عقلم میدونه، ولی این انسانی که
من داره زندگی میکنه. ناملا الان بسکتبال بازی کرده بودن و داشتم میرفتم. یه جمله فردا میگم مولانا تایید فرمای شما مولانا میگه نفس اماره، میگه نفس اژدرهاست، اون کی مرده است از غم بی‌آلتی افسرده است در وجود هر انسانی. قدیما میگفت اژدرهاست. مولانا مثلا ترجمه میکنن شعراشو، بهش میگن که من ذهنی بهش میگن، یا من خودم میگم من کوچک. میدونید حالا این کیه؟ من میخوام بهتون معرفیش کنم. این من ذهنیه فقط 5 ساله اول زندگی من برداشتش و بی عقلم هست، اصلا توش عقل و شعورم وجود نداره. اون نفر دیگه که تو کالبد من داره زندگی میکنه که توشم عقل نیست، فقط 5 ساله اول زندگی منو ضبط کرده و چون عقل نداره اونجوری که ضبط کرده غلطی ضبط کرده. چون غلطی ضبط کرده یه چیز بیشاخ و دومه. برای همینه که آدما خودکشی میکنن. میگه بیا برو خودکشی کن، میگه حالا بیا برو این کارو بکن، میگه حالا برو درس نخون، نمیدونم شب بیدار بمون، دزدی کن. همه بلای سر من تحصیل کرده خانواده خوبه. مثلا میگه کسی میگه بابا فلانی خانوادهش خوبه، خانواده خوب، اون تو اون شریکش ممکنه یک آدم بی سواد، محروم، گرسنه، همه بلایی هم سرش اومده. پس نه به ظاهر، نه به خانواده، نه به سواد، نه به پول هیچ کس. الان همه ما اینجا وایسادیم، هیچ این ظاهر رو نباید قضاوت کنیم. باید ببینیم اون کسی که در کالبد من زندگی میکنه 5 سال اولش چجوری بوده. چون که این کسی که در کالبد من زندگی میکنه فقط 5 سال اول زندگی منو با مغز بدون عقلش برداشتای اون بچه 5 ساله توی وجود منه. میدونین چرا آدم شکاک میشه؟ مثلا بچه بوده، هی گفتن که یه کاری رو یه کسی باش خواهر بزرگتری داشته، برادر بزرگتری داشته، باباش داد میزده، مادرش اینجوری میکرده، اون به اون داشته یه کاری میکرده، بابای من جلوی من برادرم رو زده، من بچه بودم. این بی عقل درون من برای خودش یه برداشت غلطی کرد از این دنیا. و حالا که من بزرگ شدم، برای خودم همه چی دارم، این میاد توی وجود من، از کالبد من، از تمام چیزایی که من دارم استفاده میکنه که اون حالا دیگه به آرزوهای اون بچه 5 ساله برسه. عقده هایی که درست کرده. راه های مختلفی هست که ما بتونیم این کسی که در کالبد من زندگی میکنه، من نه میشناسمش نه میتونم صداشو بشنوم، ولی با برخوردهایی که خودم با دیگران میکنم میتونم بفهمم که این داره در وجود من اینجوری، پس اینم کم داره. پس اون مثلا اگر من بچه بودم و مامانم میرفته مدرسه کار میکرده، این بچه که در کالبد منه پول لازم نداره، چون که همیشه غذا داشتن تو خونشون. ولی چیزی که بهش ندادن فقیره، این که کسی که بایستی وای میستاد پیشش. بچه تا 5 سالگی باید مادرش پیشش باشه، عمش پیشش باشه، عموش پیشش باشه، نیست. مادر باید پیش بچه باشه. خب پس وقتی که من وقتی مادر من میره کار میکنه، مادر من نه